داداش لوکیشن رو بفرست الان میام. فقط تو اسلام لغوش کن کمیسیون نده. ساعت باتری در آوردم. برو استارت بزن عزیزم. روشن نمیشه استارت کار نمیکنه. بابا اینا نگران فعال شدن مکانیزم ماشین کشورن. من خیلی سال دنبال فعال شدن مکانیزم ماشین رو خودمم. شریک و شرک و شبهه دار میده یه تیم مثل بوم صدا. ویلای شمال ویلای کرادشت رو که من تکلیفش رو قبل از انحصار وراثت مشخص کردم. آقای وین داده به من. بابا دلق بروس که آقای وین همه رو داده به من. باز دوباره این الدنگ خواب مرد. بروس برو باشا بابا بهت گفتم من دقیقه یهویی بیدار. ساعت 2000 هفت صبح 2000 بتمن تا 2000 میخوابه. الان شبا بیدارم دیگه. الان باید بخوابم دیگه. شبا بیداری چیکار میکنی؟ شبا بیداری چیکار میکنی؟ ببین من دیشب رفتم تو سایت همسریابی 2 زیت پیدا کردم برای خودم و خودت. بریم آقا بریم کار باید بکنی. کار داری شهر رو باید نجات بدی. باید ورزش کنی. اول باید آماده بشی. جیمو آماده کردی؟ کلاردشتم به من رسید. هیچ ورزش باشگاه مخصوص خودم میخوام بریم. آره میریم باشگاه مخصوص خودت عزیزم. بزن قربان بزن. ببین این عضله تحت فوقانیم یه ذره مشکل. آره منم پا بساط تریاک بلند میشدم ولی عریض من به خاطر دردامه که استفاده میکنم. احمق تو بتمنی. پدرت وین کبیر تو رو یادش بخیر موقعی که میخواست بمیره، موقعی که میخواست به درک واصل بشه اومد بهم گفت این بچه رو میبینی؟ بعد گفتم اشاره گفت پرتش کن تو جوب. گفتم بهش نه های وین نه این کارو نکن. این بچه رو حمایت گذاری خوبی کردی. گذاشتی برای دوران پیریت که هیچ دختری نمیاد سمتت. من پسر بچه رو بزن. تو باید آماده بشی که با دشمنا بجنگی. من آمادم. یه جوری دشمن‌ها رو بخورم چیزشون. فکر کن اینجا مستر پنگوانه. چی بهش میگی؟ سلام برم کنم. باید بزنی دشمنه. بعد بزنمش. خاک بر سرت. بتمنی که تریاک میکشه ازش چی بیشتر؟ من درد دارم به خاطر دردام. 27 سالته چطور تریاکی؟ 27 سالم میذارم 25 سالمه. من به خاطر دردامی که تریاک کل پولای وین کبیر رو دادی پای چیزا. وین کبیر اگه پدر خوبی بود خود تو خونه چا نمیذاشت من بیفتم داخل. اشتباهی بود. اشتباهی باشه چه اصلا من اونجا می بود که اشتباهی باشه. حتما اون دفعه‌ای هم که خواب بودم اومدی پشت صفر چیز که اشتباهی بود. بزن اون یکی. چند بار من به این پارچه فروشه گفتم آقا شنل پارچه بهتر بده. بزن. دقیقاً برای کجای بدنه؟ برای اینجاست. احسن. بروس بابا. جانم بابا. نه بابا اگه دختری حق پدری به گردنت دارم. به دندون گرفتمت. لختت کردم. لباساتو عوض کردم. 2-3 بار گازم گرفتی ولی به دندون نگرفتی میتونم. بروس عزیزم اگه دختری چیزی داخل زندگیت هست به من آلفرد بگو. اگه من آلفرد نخوام برم عزیزم میخوام برم برات خواستگاری. یعنی بتمن دل نداره. یکی از ترم یکی دانشگاه دوستش داشتم. اونو بریم. سحر رو میگی؟ قرشی؟ یه سر دیگه بود. آره همونو میگی؟ آره. نه پسرم اون اصلا به درد. چرا آلفرد؟ درد تو نمیخوره. کجا میدونی؟ بدن خوبی. یعنی چی بدن خوبی؟ مگه نباید بریم 20 سال بردن نجات بدیم؟ یه نفر کمک میخواد. عزیزم بعد موبیلران روغن ریزی داره. روغن ریزی داره. چند بار گفتم ببر درستش کن. بریم پیش آقای عنافچه روغن ریزی شده درست میکنه. صبر کن ببینم. بله بفرمایید. مکان نداری. آقا مکان نداری. نه نجات نجات. سلام جناب خسته نباش. نجات میخوای؟ یه بس گذاشتم برات تریاک. نه نجات خب میخواد از دردها رهایی پیدا کنه. آقا جوکر اونجاست. بعد باشی کمکش کنی. داداش این یکی دیگه اشتباه زد. ناس نه تریاک. آره نه خونه امروز پره. کارتلی فقط با کارتلی. خداحافظ. بروس باید خودتو جمع کنی. تو بتمنی. خب بتمن تو ابرقهرمانی باید بری مردم این شهر رو نجات بدی. مردم این شهر رو بعد بروس بله. بروس چیه؟ جوکر الان اونجا داره مردم شهر رو میکشه. تو اینجا نشستی بی شرف بی غیرت بی رگ گواش. جوکر اگه آدم بود خود تو حکم لابلا ورقه بازیش میدادن. کیه؟ زیدی؟ بله بفرمایید. آج خانم سلام. کار نیست امروز. ها جوکر اونجا. واقعا جوکر اونجا. داداش لوکیشن رو بفرست الان میام. فقط تو اسلام لغوش کن کمیسیون نده. وضعیت زندگی ناجوره. لغوش کن از اونجا من کارت 637 99 پول نباید بگی. 99 هزینه ایام ساخت. دا نصاب کولرم هزینه از می. اتومبیل روشن کن. نجات بده. پرواز کنم بیام. پرواز کنم. البته اون چیز بود. سوپرمن بود. داریم میایم مردم شهر. داریم میایم بینامون.
بابا دیسکو صفحه‌شن سر باتری در آوردم. برو استارت بزن. 1000 دفعه گفتم بابا پیر من. این روش درست نیست. برو استارت. چقدر من نصیحتت کنم؟ چقدر من بزنم تو کلت؟ ترسک نمیشم اینجوری. الان گوزه. حاجی یه چیزی داشتم میزدم. یادت قبلا چیزی داشتم میزدم میکشیدتم بالا. نداری تموداش مگه اسپایدرمنی؟ نه یه چیزی تفنگی یادت اینجا بود همیشه. الان شلوار جین میپوشم. اون تفنگه که تو کمد کنار دیوار بود. من آخرین بار گمش کردم. تمسار اومد گفت چند؟ میخواستم برم قرار پول نداشتم. پولای بروس کبیر تموم شده بود. ای ریدم تو بروس کبیر. برو استارت بزن بریم روشن میشه. من پیرمرد باید هول بدم. میخوایم بریم مردمو نجات بدیم. مردمو نجات بدیم. تو فکر کردی مگه مسخره بازی این کارا؟ مردم آقا استارت بزن عزیزم. روشن نمیشه. استارت کار نمیکنه. فکر کنم باتری خوابیده. زنگ بزن باتری جلودار بیاد باتریمون رو عوض کنه. باتری جلودار الان نمیاد عزیزم. چرا میاد؟ چند بار بگم ماشینو چک کن قبل اینکه میخوایم بریم مردمو نجات بدیم. الان اون مرد بدبخت زیر جوکره. معلوم نیست جوکر چیکارا باش کرده. نه هیچ کاری باش چرا جوکری کارایی میکنه؟ من خودم دیدم. من خیلی سال پیش تو زندان دیدم. کاری نمیتونم. دیدی؟ بچه بودیم هم بازی بودیم با جوکر دیگه. آره رو شمشیر بازی. بشین بریم. اینو یه سرش کردم روشن میشه راحت. بریم. سرم درد گرفت. آقا برو. دلار شد 114 تومن. بذار داریم رادیو گوش میدیم. صحبت نکن. حاجی هرچی احترام نامرد. هرچی میکشی من احترام قماربازه. سب کن. ببین میگه موبایل بازی کردن ضرر داره. همش با موبایلی. صبح تا شب با موبایلی. بابا اینا نگران فعال شدن مکانیزم ماشین رو کشورن. من خیلی سال دنبال فعال شدن مکانیزم ماشین رو خودمم. ایشالله زودتر بمیری تو هم. دیگه ارث خانواده وینو کامل بالا میکشم. کلا خانواده وینو ارثشون رو بالا میکشم. برو رفت برو ترافیک حاجی طرف زنده سلام به نظرت ها؟ آره اوکی حاجی زنده هستن. جاده خیابونا شلوغه. بعد بهمون حق بده تا بخوایم بریم عزیزم. مگه ما بیکاریم؟ مگه ما نمیدونم ما کار زیاد داریم. بتمن آدم دونات بزنم با ماشین. یعنی مردم منتظرن ما دونات بزنیم. آره دونات گردش کنیم دونات بزن. حاجی سنتنیاله ببین. وی اس 500 خوراک بتموبیله. این ولی خرج ماهیانه شون بالاست. حاجی دنده شارشون وقتی میخواد معکوس بکشه جا نمیره. آقای وین من یه دونه اون موقع ازش بالا کشیدم. خیلی ماشین خوب بود. تو فقط بدل ما رو انگوش نکردی. چرا کردم؟ وینی آره این کارم کردم حقیقت. خیلی حال داد. یه لحظه وایسا اینجا. الان 11 و 15 دقیقه است. احتمالاً طرف الان با جوکر دارن دعوا میکنن. من میگم تا اونا دارن دعوا میکنن ما وارد اختلافات نشیم. ما آخر کار سر برسیم. ببین الان یه قهوه رو هستم باهات. بعد من معمولاً دوست دارم وسط دعوا برسم. نه مثل اسپایدرمن تا دوست دخترش از ساختمون میفته پایین میاد. آفرین نمیبندی. ارثمونو که بالا کشیدی. قهوه‌ای هم نمیری برامون بیاری. من بعد برم با این همه یال کوپان و اباحت. من پیرمرد دارم قهوه بیارم. تو جوون به چه درد می‌خوری؟ من زید میارم خونه میبریشون بزنیشون. بگو جلو بچه‌ها زشته. بچه‌ها بتمن نوشته رو کافی. اینو بگیری کوکی بده به من. ببین یه نکته هست آلفرد. اگه چی شده؟ آلفرد. من آخرامه. من دارم میمیرم. ان شاءالله نه ان شاءالله هر چه زودتر. من دارم میمیرم. میدونم. از همون بچگی که تر خشکت کردم. آقای وین میخواست بریزت دو جوب. گفتم نه این کار درست نیست. تا همین الان مثل یه پدر بود. همه اموالتون رو بالا کشیدم. یه دقیقه دارم تو اموالتون رو بالا. این کارت بانکی سامانمو بگیر. الو سلام. چقدر توی کارت پول داری؟ چقدر توی کارت پول داری؟ بابا تازه یارانه تو شیخته این قهوه خیلی. من دارم میمیرم. کیه؟ نمیشه که الان. کیه؟ الان که نمیشه. کیه؟ من دارم میمیرم. بهش بگو رفیقشو بیار. من دارم میمیرم. باشو کش میکنم. فقط عرقتو میاری دیگه. آره میارم. اوکی. این جوونا اصلا من آلفرد. آره اینجاست هم آلفرد. یه دقیقه بده. سلام بیبی. تو سختر من بودم. من جای پدرت. مگه من سیب زدم؟ من جای پدرم باشی. سلام بیبی. آخر همین هفته میخوایم تو کردان تولد 170 سالگیمو جشن بگیریم. لامصب لایک پوش نام نمیکنی. این پسرم واسه تو نوناب نمیشه. من دارم بهت میگم. ببین شوگر ددی واقعی همینجا کنارت. آره با ارث پدر من. چی خفه؟ خدایا شکره. نه یعنی چی کات؟ آلفرد افرت. کات کرد واقعا. سلام بیبی.
کیه؟ راه درست همینه. من تازه کات کردم. رضا بده من با این صحبت کنم. فکر نمی‌کنم بخوای باهاش صحبت کنی. الو. برد زدی بی شرف. شخمارمو دادم بهش. چطوری قربونت برم؟ راه درست رو انتخاب شهر من نابود میکنم. سند خونه‌ای که توش زندگی می‌کنیمو بزنم برات. خونه مال ماست. احمق به نام منه. برنامه تولد آخر هفته که به راهه. عرقش عالی. رابین میگیم عرق بیاره اصلا نابود. من پیرمرد به من خورده نگیر. من پیرم. گفتی زکی. تو به یزید گفتی زکی. تو به شم گفتی زکی. پدرمو کشتی. گفتی خواهرت هم بزرگ کردم الان تو تیمارستان. من چیکارش کردی؟ منم خودجوی ماسک دکه برام. عمتو من رفتم سمتش که خیلی آدم بی شخصیتی بود. تو اگه بزارانه این مرده از اینه که صورتی سوخت سکه میندازه اونم رحم نمی‌کنی. ولا کردم. کتومن هست. میدونی اصلا چرا با تو اوکی نشد؟ نمیخوام بشم. آلفرد؟ نه اشکال نداره پسرم. من هر کاری هم که بکنم، هر چی هم که باشه، من الان ناراحت یه چیز تو رو مثل پسر خودم دوست دارم. بروس بابا. چی میگی؟ بروس. ناراحت چی شد؟ کارت سوخته یادم رفت بیارم. کارت جایگاه بعد بزن. تو کارت که پول نمیذاری، تریاک که میکشی، کمک مردم نمیکنی. من برای چی اینجا؟ من تو رو برای چی دارم بزرگ میکنم؟ تمام شد. آلفرد بیار فرد. خونه دیگه اومدی با تیر و چیزای دیگه میزنمت. کاش با چیزای دیگه بزن. حاجی واقعا برام سوال بود چطور دشمنای بتمن نمیفهمیدن بتمن کیه وقتی اینقدر صورتش معلوم بود. ماشین رو برد. الو من الان میام جناب 5 دقیقه دیگه. آره ببین لوکیشن شما دقیق کار سر 4 طالقانی ایستادی دیگه. برو خیابون شهید موسوی. آره جوکر رو بکش تو سمت خیابون شهید موسوی. میام همونجا دارم میام. تو چیز ایتا لوکیشن نداره. ایتا لوکیشن تلگرام تو واتساپ برام بفرست. باشه خدا. اینجا نیست بابا آقا اشتباه فرستاده دارم بابا میگم. خیابون 12 الان 9 10 11 12 رفتیم نبودش. اشتباه. یه دقیقه زنگش بزن. الو برادر سلام خوبی؟ بابا کجایی ما؟ چاکری. میگم کجایی؟ گوشی بده خود جوکر. تو بلد نیستی از آدرس بدی همون بهتر. جوکر درت بده گوشی جوکر بده از سگ. سلام برادر خوبی؟ البته الان بعد دشمن باشیم. چطوری جوکر؟ آبا بد حرف بزن. چه خبر؟ نه چه خبر که نه. هروم لقمه چی کجایی؟ حاجی این آدرس خوب نمیدی. میشه آدرس درست بهم بدی؟ خیابون 10 شرقی. بابا اصلا 10 شرقی نه. بده یه دقیقه خب نکوشیش تا بیام وایس. نه یه لحظه بده با کار دارم. آلفرد کارت. او چه میلفی نه جوکر میگم آخر هفته بخوایم بریم ویلا عرق شا کجا بگیریم؟ بار قبلی جوجه بیار با خودت. جوجه بیاری با خودت. جمعه میبینم. الان میام پارت میکنم. میام پدر جوکر الان میام پدر. برادر یه ذره برو عقب. میگم یه جا بزنیم کنار. من میخوام ایران خودم ثبت نام کنم بدون وکالتی گذاشت. بدون وکالتی. بتمن من یه ایده دارم. میخوای گرسنه بری مردمو نجات بدی؟ نه من الان ایران خودم میخوام ثبت نام کنم. نه وعده سالم روزانه تو الان باید بخوری بروز. خوشم میاد میدونی چی میخوام. آفرین. ما که الان دیگه نزدیک 10 شرقی 10 دقیقه دیگه میرسیم. یعنی نجاتش میدیم هر جوری شده. آره تموم شد. ولی باید پر انرژی برم نجاتش بدم. نگاه کن اینا پیش محصولات ایران خودرو. مثلا ببین رانا پلاس موتور تیو 5 تارا گذاشته. تارا اتوماتیک 207 چی گذاشته؟ 207 دستی نه تیو تیریه. بابا این وعده انمون رو برو وعده آقا بریم وعده بیا این بندریتو بگیر. ماسکتو بزن. میای بیرون شناساییت میکنن. پس فردا چیکار کنی؟ وا راست میگی. داشتم اینو میگفتم. ببین آدم قهرمان هم باشه به یه چیزی نیازه. کامل بود خودش. من یه دونه برای خودم باید بگیرم. خیلی حق. این حسابی شیشه میگیری؟ نوشابه برای بتمن ضرر داره احمد. تو قهرمان ملی. تو مردم رو باید بری نجات بدی. تو برای من باید درآمدزایی کنی. برای من با درآمدزایی بکنی. عزیز دارم من دارم چیکار میکنم اینجا؟ ماهی چقدر به من پول میدی؟ تو داری به من پول تو جیبی بهت میدم. دقیقاً همون پولامو تو خوردی. پولای من بودن. آقای وین قبل مرگش وقتی چاقو گرفته بودم اینجاش گفت باشه آلفرد کل پولات برام. آقامو کشتی ها؟ نه آقاتو نکشتم. بخواد. آقا واقعا انرژی گرفت. نه تنها جوکر الان میافتم رو هارلی کوین. یادش خیر. با هارلی کوین هم خاطره داری؟ آجی همینجا بود. کجام پس؟ الان نبشه دهیم دیگه. آجی نبشه دهیم همینجا گفت دیگه. ببین میتونی بپرسی از این مرد بده پایین. آقا سلام. وقتتون بخیر. خوب هستین؟ آقا ببخشید شما پولمون چیزی دست و بالت هست؟ نه جونم. جوکر و آقای اینجا دعواشون شده بود. خواستم بدونم داستانش چیه؟ کجان الان؟ آها
یعنی چی؟ بده بالا شیشه رو بگم از ابهت بتمن فرار کرد. نه یارو هم برد، دزدیدش، بردش، احتمالاً اخاذی میکنه ازش، ولی از ابهت بتمن فرار کرد. تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزا، حتما کاری کرده بود که جوکر تمام شد. تمام. یه عملیات موفقیت آمیز بتمن و آلفرد دیگه. تبریک میگم. شهر رو نجات دادیم. چه کمک شهر اومدیم. بدم. چقدر احمقید شما. خدا. یه بار یه حرفی به هم زد تام هاردی، در اومد گفت مهم نیست ما کیم، مهم اینه نقشمون چیه. درسته یا آقا پدر منو کشته، ارثمون رو بالا کشیده، آدم پس بده، پیرمرد گوییه، ولی مهم اینه با هم بریم شهر رو نجات بدیم. کاملا این اهمیت داره. چه زیدی داری ولی چه زیدی داشتی. میگم ما الان تموم شد ماموریتمون، چیکار کنیم؟ چی دیگه؟ بعد ماموریت 100% آقا ما بریم یه دودی بگیریم. آقا اگه کاری داشتی می‌خواستی شهر رو نجات بدی، شماره‌تون رو تو کامنت‌ها بذارید، بنویسید سلام خانم سن بالا با مکان. مکان داریم ما. کیف قارمون. بریم الان برق قطع میشه تو قاره‌مون نمیدن. در ریموتیه، در ریموت. الان برق قطع امروز برق نداریم. 2 تا 4 میره. وای برو بابا برو سری برو. خداحافظ بچه. خدا. ای که بی تو خودمو. سلام بیبی. راه درست. وایسا فارغ شدم. لوکیشن رو بگو فقط تو اسلام لا. بله بفرمایید. مکان نداریم. نه مکان. چه گیری چقدر داری میگی؟ آقای وین میخواست بریزت دو جوب. گفتم نه. این منظورم اینه که بریزتت که آره تو جوب. بچه ها بتمن رفته دستشویی، متاسفانه خودش نیست، پوستش هست. الان میاد. خانم مردن که بودی